دولت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که ساعت 00:38 دقیقه شب 13 اکتبر سال 2022 به قسم نوبتداری این کمیته خبر رسید که در یکی از خانه‌های بنای 12 آشیانه در کوچه باختر شهر دوشنبه در خانه بسته شده است و کودک 2 ساله در خانه تنها مانده است. والدان بیرون در مانده و نمیتوانند وارد شوند. به جای حادثه نجات دهندگان ریاست شهر دوشنبه فرستاده شدند و آنها معاین کردند که قلف در خانه ویران شده است و آن را تنها از داخل میتوانند به آسیب باز کرد. برطرف کردن حالت به میان آمده دو راه داشت: با استفاده از تجهیزات گیدروالیکی باز کردن در و یا وارد شدن از تریزه خانه. اما مشکل این بود که اگر راه یکم استفاده شود، کودک در داخل خانه از صداهای برایش ناشناس میتواند ترسد و هم در این پاس شب همسایگان خواب بوده را میتوان بیدار کنند و از سوی دیگر کار ناشایع می شود و باید آن را نفی کرد. از این رو امدادگران به قرار اومدند که از تریزه وارد خانه شوند و در را از درون باز کنند و آنها با استفاده از تجهیزات کوگردی از تریزه وارد منزل شدند. با وجود احتیاط کودک از خواب بیدار شد و ترسید، چون در اطرافش کسی از چهره‌های برایش آشنا را ندید. زمان ترس از وجودش بیرون شد که مادر و پدرش کنارش آمدند. نجات دهندگان با والدان طفل هم صحبت شدند و آنها را از پیامدهای ناخوش این حالت آگاه کردند. به آنها گفتند که به هیچ وجه طفل را تنها نباید در خانه گذاشت و اگر ضرور شد یکی باید از خانه بیرون شود و دومی با فرزندش ماند و اگر ضرورت پیش آمد که هم پدر و هم مادر باید بیرون روند، پس باید حتما کودک را با خود بگیرند.